سلام دوست خوبم. یه خاطره خیلی جالبی میخوام برات تعریف کنم راجع به اینکه من سالیان سال قلیون میکشیدم و همیشه میرفتم روزی چند بار چایخونه از خونه میزدم بیرون برای اینکه قلیون بکشم. میرفتم قلیون میکشیدم 2 بار 3 بار و خیلی اذیت بودم، خیلی خسته بودم. یادم از پله‌های چایخونه که هر دفعه میومدم پایین گفتم خدایا من از این قلیون نجاتم بده، خسته شدم دیگه نمیخوام. و واقعا یه جورایی بعد چندین سال خدا صدامو شنید و الان چندین سال خدا رو شکر که واقعا دیگه چای خونم گاهن میرم، با خیلی از دوستان میشینم، ولی دیگه اصلا میلی به قلیون ندارم. حالا اینو برای چی بهتون گفتم؟ ببین چیزی که هست، وقتی نمیدونم شما قلیون کشیدی یا نکشیدی، یا مثلا تو سوپرمارکت رفتی ببینی که روی این پاکت سیگارایی که میفروشن نوشته، حالا نمیدونم کدوم سیگار بود، نوشته بود لحظه ای آرامش. خب اون موقع که من رفتم چای خونه یه پاک که میزدم و اصلا کلا آزاد میشدم، آروم میشدم. فکر میکنم مواد مخدر، سیگار، قلیون، شراب، هر چیزی یه لحظه چیکار میکنه؟ یه سیمه تو ذهن من قطعش میکنه. یعنی من اینقدر اعصابم همینجور خورده و همینجور داغونم، همینجور تو خودم هم هستم. بعد این قلیونه رو، این پوکر رو که من میزدم میکشیدم، انگار سیمایی که قطع میکرد. لحظه ای واقعا آرامش بود برای چند دقیقه. اصلا این به آرامش عجیب وصف ناشدنی. اونایی که قلیون کشیدن، سیگار میکشن یا تجربه این حرفی که من میزنم اون متوجه میشن که چه اتفاقی میافتاد برای من این اتفاق خیلی جالب بود برام و گفتم خب اینا که موادم میکشن احتمالاً همینه که ایده ول نمیتونن بکنن، لحظه ای از خودشون نجات پیدا میکنن. دوست عزیز میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ اتفاقی که میافتاد این بود که این ذهن میرفت کنار. من پر از تفکر زایدم، من پر از فکرهای منفی هستم، پر از بدهی، مشکلات، فعینه، همینجوری فکر منو داغون میکنه، پر از توترم و این توتر حال منو بد میکنه، بد میکرده. قلیون، سیگار، مواد مخدر کاری که میکنه یه لحظه قطع میکنه این سیما. وقتی هم قطع میشه دنیا چقدر قشنگ میشه، چقدر مهربون میشه. معتادای دیدی که آقا اینا اصلا وقتی توپن الان میفهمه، اطرافیانش هم میفهمه بابا این الان رو هوا فضاسو. چرا؟ چون دقیقاً آرومه و هر کاری هم بگه میگه من میتونم انجام بدم. چرا؟ چون ذهنش آروم گرفته، چون قطع شده، تمام این تفکر زایده رفته کنار. حالا چرا اینا رو من به تو میگم؟ به خاطر این میخوام بهت بگم که من بعد اون همه قلیون کشیدن و اون تجربه لحظه آرامش و بعد اینکه تونستم از اون بیام کنار، الان هم متوجه شدم که آدم میتونه برای لحظاتی فکرش رو خاموش کنه، به نوعی ذهنش رو بذاره کنار، انسان از تفکر زائد و از اسارت فکرش بیاد بیرون و آرامش رو حس کنه. مدیتیشن و مراقبه یکی از چیزایی که من تجربه کردم بارها در موردش و خیلی تونستم نتیجه بگیرم. حالا دوست دارم بازی خاطره خیلی خنده‌داری بهت بگم از قلیون. یادمه یعنی ما یکی از اقواممون یه ویلایی داره که ما هر موقع میرفتیم تو ویلای اینا، خب چون ما با هم قلیون میکشیدیم، و قلیون رو محمد چاق کن بیار، منم خب حرفه‌ای میرفتم معسل میذاشتم و چاق میکردم. خب الان چندین سال ما ویلای اون دوستمون میریم ولی دیگه من قلیون نمیکشم و محمد گفتم من دیگه نمیکشم. گفت تو چاقش میکردی، خوب پک میزدی، روش مینداختی فلان. دیگه اولین باری که از من خواست و من دیگه چاره‌ای نداشتم، آدم بزرگتر از منی بودم، خواستم احترام بذارم بهش، یه ایده‌ای زدم خیلی خنده‌دار، دوست دارم بگم بخندی یکم. و بعدشم یعنی قلیون آماده کردم و جارو برقی آوردم، به جای اینکه خودم پک بزنم یه دستمال کاغذی دور لوله قلیون گذاشتم و جارو برقی رو روشن کردم. این جارو برقی قلیون اصلا تعجب کرد، گفت این کیه منم میکشه؟ گفت این کیه؟ تعجب کرده بود این قلیونه و خب در واقع جارو برقی هم تعجب کرده بود، گفت این چیه داری من مثلا جارو برقی رو ما قلیونش کردیمش روی. و اون فامیل ما، اون قاموخیش ما کلی خندید و قلیون حسابی چاق شد. این زغالاش همچین وقتی میکشید حرارت ازش بودن تحویل شما. از اون روز به بعد اون فامیل اون فهمید که واقعا من دیگه نمیخوام یه پک بزنم. یه جمله من از انجوهای 12 قدمی از انجمن NA احتمالاً شنیده باشید، انجمن جهانی NA که معتادان گمنام هستن و تونستن رها بشن، یه جمله خیلی قشنگی دارن. این جملهشون دقیقاً یکی از جملاتی بود که منو نجات داده از قلیون. شاید اینا رو میگم که شاید اگه تو قلیون میکشین جملات بهت کمک کنه. یه جمله دارن اگه درست بگم، میگه که مصرف یک بار زیاد
مصرف یک بار، مگه یه بار من این قلیون یه بار بکشم، مصرف یک بار زیاد و 1000 بار کافی نیست. دقت کن به این جمله، مصرف یک بار زیاد و 1000 بار کافی نیست. اگه من یه بار بکشم برا من زیاده، یعنی چی؟ یعنی تمومه. و اگه 1000 بارم بکشم کافی نیست دیگه، میخوام بازم بقیه‌شم میخوام. من بارها میرفتم قلیون بکشم، سیرایی نداشتم، میخواستم دوباره فردا و پس فردا. اونجا این جمله بود که من فهمیدم اگه یه پک بزنم برای چاق کردن این قلیون و برای فامیلمون ببرم کارم تمومه. این جمله به داد من رسید. و جالب بود که در واقع اون جاروبره اونجا بود و کمکم کرد و اون یک بار که زیاد بود و من نزدم و 1000 بارم دیگه حداقل کافی نیست برای کسی که دنبال اون لحظه آرامش میگرده. دوست عزیز من، راهی وجود داره که آرامش رو در درون خودت ایجاد کنی. اینا کاذبن، مواد مخدر، مشروب، قلیون، سیگار، همشون یه فرکانس بالا و پایینن. یعنی اینا همشون به نظر من از یه جنسن. حالا شاید کسی که سیگاری یا قلیون میکشه مثل معتاده و کسی که الکلی وضعیت خرابی نداره، ولی از یه جنسه، دنبال یه چی میگرده خودش رو پر کنه، یعنی در واقع یه جوری از شر خودش رها بشه. دوست عزیز من، راهی وجود داره که من و تو از شر خودمون رها بشیم. من دوره پاکسازی کوانتومی پیشرفته و فوق پیشرفته رو که طراحی کردم، برنامه‌م اینه که کمک کنم تفکر زائد، تواتر وجودی من بره کنار، من آروم بشم و من شاد بشم. و باورتون نمیشه بعضی وقتا منو خیلی‌ها که میبینن میگن این دیوونه است. دقیقاً من همون مستم، من همون دیوانه‌ام. من از اون معتاده بیشتر مواد مصرف کردم بدون اینکه موادی مصرف کردم. من از اون کسی که مشروب میخوره بیشتر شراب خوردم بدون اینکه شراب توی این شیشه الکلی خورده باشم، ولی مستم. یه خاطره دیگه هم در انتها بگم بخندید. یه جایی رفته بودیم یکی از آبشارهای معروف ایران به نام آبشار سمیروم که مردم همه رفته بودن تو این آب بازی می‌کردن. این آبشار خیلی چیزی از اون بالا آب میریزه و آبش هم خیلی سرده. من می‌بینم اینا رفتن تو آب بازی میکنن، بچه‌ها و آقایون و بزرگا. خلاصه ما هم رفتیم دستمون رو زدیم تو آب، دیدیم آب سرده. چطوری رفتن؟ خلاصه خیلی جالب بود. من یه دفعه دلا زدم به دریا، گفتم من میخوام برم تو اینا و برم زیر آبشار، چون من یه تمرینی داشتیم توی مدیتیشن TC که آبشار بود که باید از بالا یه آبشاری وارد بشه و انرژی منفی بره. گفتم برم این آبشار رو که ما تو مدیتیشن و مراقبه انجام میدادیم برم عملا زیر آبشار وایسم. آبی که یخ بود، همه میترسیدن، تا زانو بیشتر تو آب نبودن. من رفتم زیر آبشار وایسادم و دقیقاً یه صخره‌ام بود، بهش تکیه دادم و به این شکل حالت صلیب مانند و چقدر جالب این آب میریخت و من سر شده بودم و من دقیقاً انرژی این آب و این که پاک داره میکنه وجود من احساس میکنم. اینقدر لذت بخش بود، فیلمش رو حیف که ندارم. فیلمش توی موبایلی بود که مال خانومم بود، از بین رفت. فیلم برداری هم کردم، خیلی جالب بود، هر کی نشون میدم تعجب میکرد. خیلی جالبه. من لذت عجیبی بردم. بعد که اومدم بیرون یه سری افراد اونجا بودن، خب به من نشون میدادم این دیوانه است. گفت آقا، یکی در من گفت آقا حالت خوبی؟ گفتم خیلی ممنون. گفت که خوردی یا؟ گفتم چی؟ گفت خورد داغی معلومه. گفتم بله خوردم. متوجه شدم میگه مشروب خوردی؟ گفتم بله خوردم. من خوردم. گفتم گفت چی بوده؟ کجا گرفتی؟ جنسش معلومه خیلی خوب بوده. گفتم جنسش عالی بوده. من شراب عشق خوردم، می عشق. اگر از اون می خوردی یه بیخود میشی. ما حافظ میگه به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. واقعا زیباست اگر من و شما بتونیم شرابی که در قرآن هست، شرابن طهورایی که در قرآن هست، بارها و بارها بهش اشاره میشه، شرابی که در حافظ هست، شرابی که در مولانا هست، در سعدی، نظامی، فردوسی، از اونا سرو کنیم بخوریم ببین چی میشه. بچهای کلاس من میبینن همیشه من کلمه شراب رو زیاد استفاده میکنم، چون میگم آقا ما یه چیزی باید بخوریم نیست بشیم و اون چیز در درون خودمونه. یعنی این نیت و منیت ما بره کنار، آزاد بشیم. این تفکر زائد من مال نفسانیت منه، چسبیده به من و نمیذاره من حال خوب رو تجربه کنم. دوست عزیز من، دوست خوب من، برات دعا میکنم که بتونی اون شراب ناب الهی رو بچشی
سرمست بشی و در این بازار عالم شاد و خرسند در درونت بزنی و برقصی و شاد باشی و خدا رو مثل مولانا که رقص و سما داشت، من و تو هم به اون درجه برسیم. شاد و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.